سلام میگویم به بینندگان عزیز رادیو زودی، به همه آنهایی که این لحظه ها ما رو تماشا دارند طریق کامپیوتر و یا که طریق تلفن های خود. شعله گلخوجه هستم، چون همیشه در صبح روزی بر وقت در خدمت شما. امروز 22 نوامبر است، روز پنجشنبه، و در هر کجایی که باشید برای شما برای کار میخواهیم و امیدواریم که صحت و سلامت هستید و البته فراموش نمیکنم برای شما سپاس بگم، چون که شما همیشه ما رو همراهی میکنید و خبرهای تازه رو طوری که شما هم برای ما مینویسید ما از رادیوی آزادی میفهمید و پیگیری میکنید. خب قبل از اون که به خبرهای تازه در دست داشتم رو بیارم، شروع میکنیم از وضع بود و هوا. هوای ما همین حالا در پراگ خنک است. احتمال دارد که صبح باران به برف تبدیل یابد، اما در جریان روز پیش بینی میگردد که گرمی تا 3 درجه را تشکیل دهد. هوای مسکو پایتخت روسیه امروز برفی است. پیشگویی می شود که حرارت تا 2 درجه سردی برسد. از این خاطر پوشیدن لباس گرم را از آن فراموش نکنید. در دوشنبه هرچند برف نیست اما باران میبارد و حرارت در جریان روز 11 درجه گرم خواهد بود. خب با امید گرمی در خاندان هر یک شما رو میارم به خبرها. بعد نگرانی و شکایت‌های زیادی مشتریان علاقه موبیلی و اینترنتی اتصال شامی دیروز علاقه برقرار شد. مسئولین شرکت از مشتریان عذرخواهی کرده، گفتند که پیش آمدن مشکلات به آنها وابسته نبود، اما با این هم در این شرکت وعده کردند که بعد حل شدن مشکل به هر کدام از آنها 300 مگابایت اینترنت و 50 دقیقه صحبت‌های علاوه‌ای موبیلی پاداش خواهد داد. باید گفت که طول یک شبانه روز گذشته کاربران این شرکت از حق زنگ زدن به شرکت‌های دیگری موبیلی و همینطور به اینترنت دسترسی نداشتند و طوری شما هم می‌دانید اتصال از زمره شرکت‌های پیشتاز بزرگ مخابرات تاجیکستان است که از 8 میلیون مشتری خدمات مخابراتی بیش از 30% آنها را در اختیار دارد. پس از یک حمله هکری و ارسال برنامه‌های زیان‌آور کامپیوتری توسط ایمیل‌های سیستم انتقال پولی یونیستریم، بانک‌های تاجیکستان دادوگیری با این سیستم را از صبح دیروز قطع کردند. در مأموریت چند از بانک‌های تاجیکستان از جمله اوریون بانک و ایمون اینترنشنال روز 21 نوامبر به رادیو زودی گفتند که از صبح چهارشنبه از دادن پول به مشتریان توسط این سیستم قطع نمودند و مسئولان ایمون اینترنشنال گفتند از نام صدارت تشکیلات به همه نمایندگی ها دستور داده شد که دیگر از مشتریان رقم یعنی رمزهای مخفی انتقال پولی یونیستریم را قبول نکنند. در ایمون اینترنشنال در مورد سبب‌های رسمی قطع همکاری با یونیستریم شرحی نداده، ولی گفتند هنوز معلوم نیست که دوباره انتقال پول توسط این سیستم برقرار می شود. یکی از بانک‌های بزرگ کشور اوریون بانک نیز از صبح دیروز انتقال پول را توسط یونیستریم قطع کرده است. از بانک‌های تاجیکستان عین حال تنها در برخی از اداره‌های مرکزی امانت بانک به مشتریان یونیستریم خدمت می‌رسانند. در مرکز تماس و خدمت رسانی به مشتریان یونیستریم در صحبت با رادیو زودی گفتند آن مشتریانی که هنگام انتقال پول از خارجه گرفتن پول را با سامانی ذکر کردند عین زمان در 3 تشکیلات قرضی متوجه باشد، از جمله اولین بانک مالیوی خرد، متین و مالیه و سرمایه میتوانند مبلغ‌های خود را دسترس کنند. به سوال آنکه چرا بانک‌های دیگری تاجیکستان از دادوگیری با این سیستم خودداری می‌ورزند پاسخ نگفتند. خودداری بانک‌های تاجیکستان از همکاری با یونیستریم در حالی است که 2 روز قبل فینسرت مرکزی مانیتورینگ و واکنش به حمله‌های کامپیوتری به تشکیلات مالیوی و قرضی بانک مرکزی روسیه از پنجشنبه یک برنامه زیان‌آور توسط ایمیل‌های یونیستریم به شریکانش در داخل و خارج روسیه هشدار داد. به قول مقامات بانک مرکزی روسیه توسط یکی از ایمیل‌های رسمی یونیستریم به کارشریکان آن نامه‌های فیشنگی یعنی برنامه‌های جاسوسی همراه با برنامه زیان‌آور کامپیوتری از نام یونیستریم روان می‌شود. تا زمان نشر این خبر مأموریت یونیستریم به سوال‌های رادیو زودی در مورد جای داشتن حمله هکری و احتمال دزدیده شدن پول‌ها و معلومات مهم و خصوصی مشتریان پاسخ نداد. تاجیکستان یکی از آن کشورهای به حساب می‌رود که
اقتصادش پایبند پل‌های انتقالی مهاجران است. سطح نگاه‌آوری هر چهارمین خانواده در تاجیکستان هم از پل‌های انتقالی شما مهاجران عزیز وابستگی دارد و در سال 2017 مهاجران کاری تاجیک تنها از روسیه طریق بانک‌ها بیش از 2 میلیارد دلار پول فرستادند. خب همین حالا هم اگر شما در این شب روز می‌خواهید به تاجیکستان پول بفرستید، پس طوری من در بالا برای شما گفتم شما میتونید این پول‌ها رو طریق اون بانک‌هایی که ذکر کردم بفرستید و پیوندانتان در تاجیکستان آنها را دسترس کنند. دادگاه عالی روسیه حکم زندان یک شهروند تاجیکستان را که با گناه تلاش پیوستن به گروهی در روسیه ممنوع دولت اسلامی به 6 سال زندان محکوم شده است به تغییر گذاشت. دفتر مطبوعات دادگاه روز 21 نوامبر خبر داد که بررسی شکایت وکیلان دفاعی عمر محمدیف دیروز صورت گرفت و دادگاه گفت حکم صادر کرده دادگاه نظامی ناحیه لنینگراد درست است و تغییر دادن نمی شود. به گفته مفتشان عمر محمدیف که در منطقه لنینگراد در یک کارخانه خیش‌سازی کار میکرد از طریق اینترنت با اعضای گروه دولت اسلامی ارتباط داشته خواسته است به افغانستان برود و به صف اعضای این گروه در آنجا بپیوندد. عمر محمدیف را روز 8 دکبر سال 2017 در فرودگاه پولکوی مسکو دستگیر کردند. به قول مفتشان او میخواست از روسیه به ترکیه و سپس از آنجا به افغانستان برود. به گفته دادرسان او به گناه خود اقرار شده است. رسانه‌های روسیه ماه دکبر همان سال نوشتند که عمر محمدیف گویا قصد داشته است در شهر سنت پترزبورگ عملهای تروریستی انجام بدهد. موقع خودی محمدیف به حکم دادگاه تا به حال دسترس نیست. ساختارهای حفظ قانون در پی انجام عملیات ضد مهاجرت غیر قانونی با نام نیلیگال 2018 در حجم 5 میلیون دلار جریمه‌های مأموری صادر کردند. در این باره دفتر مطبوعات سازمان پیمان امنیت دست جمعی به آژانسی تاس خبر داده است. گفته می شود که 61% این مبلغ در جریان عملیات پرداخت شده است. مسئولین خبر دادند که در جریان این عملیات که به اطلاع سپاد در 2 مرحله ماه‌های می و سپتامبر سال جاری برگزار شده است 443 شخص در جستجوی بین‌المللی قرار داشته بازداشت گردید. اینچنین در پی این عملیات نزدیک 400 عملیات مالی مشکوک در حجم 2 میلیون دلار آشکار شده است. مسئولین از باز شدن نزدیک 5400 پرونده جنایی برای قاچاق مواد مخدر، گردش غیرقانونی سلاح، عبور غیرقانونی مرز و هم جنایت‌های خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی داشته خبر دادند. عملیات سپاد با تشبث کشورهای عضو این سازمان ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان برگزار می شود. خبرگزاری سپوتنیک می نویسد که دادگاه نظامی گارنیزون دوشنبه یفریتر اومدقول عبدوقیوموف را برای دشنام تغل و لطکوب سرباز دلشاد زهرابیکوف به 5 سال زندان نظامش پرزور محکوم کرده است. طبق اطلاع دادگاه عبدوقیوموف در آن گناهکار دانسته شد که 3 ایولی سال 2018 نیمه شب در داخل خوابگاه سربازان روتای تعلیمی به زیرتوبه‌اش دلشاد زهرابیکوف سپارش داده است که رفته برایش آب بیارد. اما وقتی سرباز یگان ظرفی آبگیری پیدا نکرد، در این باره به عبدوقیوموف میگوید افریتر با ضربه سخت بر روی زهرابیکوف میزند که در پی این سرباز جراحت میبردارد. تشخیص طبی در بدن زهرابیکوف جراحت جسمانی در نمود شکست منح جاغ پایان از راست، بجاشوی استخوان پاره ها با خون جمع شوی در همین قسمت را آشکار کرده است. دادگاه نظامی عبدوقیوموف اومدقول را بر اساس ماده 391 کودکس جنایی گناهکار دانسته شده در برابر 5 سال زندان او را از حق اشغال منصب‌ها در صف قواهای مسلح به مهلت 1 سال محروم کرده است. گنرال روس سرگئی پراکاپچوک که یکی از نامزدهای اصلی به مقام رهبر اینترپول نامبر میشد، سبقت را به نماینده کره جنوبی باخت. کیم چن یان رهبر اینترپول شد. ایالات متحده آمریکا، اوکراین، لیتوا نمایندگان مخالفان روسیه و صاحبکار تحت تعقیب مسکو ویلیام براودر به نامزدی پراکاپچوک مخالفت نشان دادند. آنها گفتند نماینده کشوری که قانونهای بین‌المللی را نقض میکند نمیتواند رهبر پلیس بین‌المللی باشد.
کرد. مخالفان نامزدی پراکاپچوک همچنین از این نگران بودند که روسیه میتواند این مقام را برای انتقام ستانی از رقیبان سیاسیش استفاده کند. کیم چن یان تا انتخابش به مقام رهبری اینترپل موقتا به این نهاد سروری کرد. او در حال مسئولیت پلیس بین‌المللی را بر دوش گرفت که رهبری پیشین آن من خونوی ماه اکتبر با اتهام فسادکاری در چین بازداشت شد. رئیس اداره استخبارات نظامی روسیه یا خود گرئو باشد اگر کوروبوف بعد از بیماری جدی طولانی درگذشته است. با نوشته رسانه‌های روسیه، وزارت مدافع این کشور تفصیلات مرگ کوروبوف 62 ساله را آشکار نکرده است. او از سال 2016 به این طرف گرئو را رهبری میکرد. کشورهای غربی اداره زیر رهبری کوروبوف را با کوشش زهرآلود نمودن سابق جاسوس روس سرگئی اسکریپال و دخترش در شهر سالزبری بریتانیا متهم میکردند. هلند اداره استخباراتی نظامی روسیه را با کوشش رخنه کردن شبکه اطلاعاتی مؤسسه جهانی سلاح کیمیایی متهم کرده است. نهادهای اکتشافی آمریکا گرئو را مسئول کوشش‌های دخالت به انتخابات پرزیدنتی آمریکا در سال 2016 میدونم. روسیه باشد تمام این ابنامه را رد میکند. خب بینندگان عزیز، به همه آنهایی که این لحظه ها به ما پیوستند بار دیگر درود میفرستم. شعله گل خوجه هستم که از رادیو آزادی در آزادی ویدیو کانال مستقیم رادیو آزادی در یوتیوب برای شما خبرهای تازه تاجیکستان و جهان رو میرسونم و امیدوارم که باز چند دقیقه خود رو برای شنیدن این خبرها میبخشید. وکیل مدافع مشهور ایرانی عبدالفتاح سلطانی بعد سپری نمودن بیش از 7 سال در محبس رها شده است. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا روز 21 نوامبر نوشت که یک روز پیش با حکم دادگاه انقلابی عبدالفتاح سلطانی از زندان آزاد شد. وکیل مدافع سلطانی به رسانه‌های ایرانی گفته است مقامات به رهایی شرطی سلطانی رضایت دادند. تا حال اعضای عائله سلطانی در این باره چیزی نگفتند. سلطانی در سال 2011 بازداشت شده با حکم دادگاه به مدت 13 سال از آزادی محروم گردید. دادگاه را در توصیه ترغیبات ضد دولتی و تشکیل گروه غیر قانونی مخالفت به حکومت عیبدار دانست. طبق قانون‌های ایران محبوس بعد از گذشتن نصف مهلت زندان امکان دارد که شرطاً آزاد گردد. سازمان غیر دولتی Save the Children یا نجات کودکان میگوید که از آغاز حمله های ائتلاف با رهبری عربستان سعودی برای بازگردانیدن قدرت به عبدالربوح منصور هادی رئیس جمهوری یمن 85,000 کودک زیر 5 ساله از گرسنگی سخت و خوراک غیر مناسب در آن کشور جان باختند. سازمان Save the Children در بیانیه گفته است کودکانی که به این شکل جان خود را از دست میدهند تا قبل از مرگ در حالی که اعضای بدن آنها با مرور زمان قابلیت و عملکرد خود را از دست می‌دهد و بالاخره از کار می‌افتند. دچار درد جانکاه می‌شوند این کودکان. سازمان مدافع حقوق بشر هم از ائتلاف با رهبری عربستان سعودی و هم شورشیان حوثی انتقاد کرده و خواستار پایان فوری درگیری‌ها شدند. همکنون در بندر استراتژی حدیده درگیری ها ادامه دارد و تلاش ائتلاف با رهبری عربستان سعودی برای به دست گرفتن نظارت این بندر با هشدارها و ابراز نگرانی های شدید از سوی سازمان های مدافع حقوق بشر و نیز سازمان ملل متحد روبرو شده است. این سازمان ها میگویند که جنگ ها و هم محاصره بندر حدیده از سوی نیروهای ائتلاف با رهبری عربستان سعودی یمن را در آستانه یک فاجعه انسانی بی سابقه قرار داده است. از سوی دیگر عربستان سعودی و امارات متحده عرب روز سه‌شنبه اعلام کردند 500 میلیون دلار کمکی برای شهروندان یمنی که در آستانه قحطی هستند در نظر گرفتند. 3 سال پیش بعد از آنکه حوثی‌ها قدرت را در صنعا به دست گرفتند، عبدالربوح هادی منصور رئیس جمهوری یمن به شهر بندر عدن و سپس به ریاض پایتخت عربستان سعودی فرار کرد. در پای عربستان سعودی ائتلاف تشکیل داد و وارد جنگ یمن شد. حوثی‌ها از پشتیبانی ایران برخوردار هستند و بسیاری از تحلیلگران جنگ یمن را رقابت غیر مستقیم میان ایران از یک سو و عربستان سعودی و متحدانش از سوی دیگر می‌دانند. دزدانی که جستجوی آنها باعث راه اندازی عملیات علنگه در ختلان شد، 3 نفرشان بازداشت گردیده، 1 نفر دیگرشان در جستجوی پلیس قرار داشته است. از دوستان ولایت ختلان به رادیو آزادی گفتند که بازداشت شده ها از منزل روحانی سرشناس تاجیک در جماعت کیرو نویای بخش با راه تهدید به مرگ
از سیف یا صندوق آهنین مبلغ را ربودند و آنها را بازداشت کردند و یک نفری آنها را که در فرار بوده است هنوز جستجو میکنند. این جوانانی که در دزدی متهم میشوند یوسف سفرفی 34 ساله، انور ابیرفی 30 ساله، تیمور قربانیفی 28 ساله بوده، نفر چهارم نوروز ذوالفقارف است. این 4 نفر شب 19 نوامبر شبانه به خانه ایشانی مهرالدین فیض‌الدین ساکن دهه یعنی حیات جماعتی که وارد شده با تهدید مرگ سیفش را شده پولهای زیادی را بردند که سومانی روبل روسی و دلار داشته است. طبق معلومات رسمی در سیف 40,000 سومانی و 6,000 دلار بوده است. سراینده و آهنگساز ازبک سنجر جاوبردیف که با نام سنجی معروف است میگوید مسئولان ازبک کنسرت از او طلب دارند برای دریافت اجازتنامه فعالیت ریشش را تراشد. 2 ماه پیش برای اجازتنامه حجت‌های ضروری را پیشنهاد کردم. باری آخر با مدیر شعبه اجازه فعالیت سرایندگی صحبت داشتم و او گفت اگر بارش بیایی تو رو راه نمیدهند، گفت جاوبردیف در صحبت با گازیتا اوز. با گفته سراینده ازبک او تنها برای راه یافتن سرودهایش بر رادیو میخواهد اجازتنامه را دریافت کند. من گفتم که به خاطر طلب ازبک کنسرت ایمیج خود را تغییر نمیدیم. اخیراً رهبر این نهاد عادل عبدالقهارов به نماینده من گفته است که تا ریشش را نگیرد اجازتنامه نمیدهیم، افزود سراینده. رهبر ازبک کنسرت در صحبت با گازیتا اوز اظهار داشت که درباره دادن اجازتنامه نه مسئولان نهاد زیر رهبری او بلکه گروه دستگیری ایجادی شورای رشد و هماهنگسازی صنعت ملی تصمیم میگیرند. به گفته او جاوبردیف به جلسه آینده گروه که در 15 روز یک بار برگزار می شود دعوت خواهد شد. سنجر جاوبردیف در رابطه با مشکل خود به پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف مراجعت کرده است. او 40 سال دارد و با زبانهای ازبکی، روسی و تاجیکی سرود میخواند. چندین سال در روسیه کار و زندگی کرده است. سال 2010 عنوان هنرمند مردمی چچنستان را هم صاحب شده است. 2 سال پیش به ازبکستان برگشته است. سرودهای جاوبردیف در حال حاضر در تلویزیون و رادیوهای ازبکستان پخش نمی شود چون اجازتنامه ندارد. و سابق فوتبالباز دسته چلسی لندن روز چهارشنبه 21 نوامبر اعلام کرد که بعد از 20 سال هنرنمایی فوتبالبازی را بس میکند. دیدیه دروگبا در سال 2012 همراه با دسته چلسی جام لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد. دروگبا 40 ساله سال 1998 در دسته فرانسوی لیمانس شروع نمود. سپس او در دسته های معروف مارسیل و چلسی هنرنمایی کرده است. سالهای اخیر او در دسته های مختلف آمریکایی بازی میکرد. کارشناسان دروگبا را قهرمان بازی فینالی جام لیگ قهرمانان اروپا مینامند. او در لحظه های آخر بازی در شهر میونخن به دروازه باواریا این شهر گل زده بازی را مساوی نمود. سپس هنگام زدن ضربه های پنالتی گل قهرمانی را هم او به هدف رسانده بود. خب چی کارنامه خوبی هست. و در این قسمت صحبت چون همیشه بینندگان عزیز و با درخواست پیاپی شما ما رو میاریم به قرب اسعار خارجی در بانک‌های تاجیکستان. خب متوجه باشید طبق قرب معین کرده بانک ملی برای امروز $1 آمریکایی 9 سومانی و 42 درم، 1 یورو 10 سومانی و 74 درم و 1000 روبل روسی به 142 سومانی و 80 درم برابر است. خب بینندگان عزیز یادم نرود پیشنهاد میکنم که امروز نیز برنامه خبری رو تماشا کنید چون که قرار است در این برنامه درباره بالروی نرخ پتنت در روسیه برای مجانیکاری شروع از 1 ژانویه برای شما معلومات بدیم و شما طریق برنامه ما خواهید فهمید که از 1 ژانویه سال 2019 باید چقدر مبلغ سپارید تا اینکه پتنت و یا حق کار در روسیه را به دست بیارید. برای همین هم برنامه رو تماشاش رو از دست ندهید و سپاس برای اینکه در این چند دقیقه با ما بودید. برایتان روزی خوب میخوام و همگی رو بعد از 3 ساعت دیگر در سرخط خبرهای تازه باز منتظر میشم و بعد این برنامه خبری تقدیم شما عزیزان میگردد. تشکر برای همراهی.